سال 97 قیمت 207 صفر بود 47 میلیون تومان. میخواستم بگیرم. همه گفتن نگیری یا ماه پیش 5 میلیون ارزون تر بوده. حبابه میاد پایین. الان بگیری دیوانگیه. اما من تصمیممو گرفته بودم. انقدر ذوقشو داشتم که گفتم میگیرم. نهایت چند میلیون ارزون میشه دیگه. گرفتم. ماه بعد شد 60 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون، 300 میلیون. همونایی که بهم میگفتن نگیر دیوانگیه، همونا گفتن بابا دمت کرد، آفرین، چه کاری کردی، چه فکری داشتی. خواستم بگم که اگه الان به سرت زده کاری رو شروع کنی، یه مسیری رو بری، ذوقشو داشتی، به 4 نفرم گفتی، عین 4 نفر ناامیدت کردم، مثلا مسخرت کردم، گفتم بشین این کارا به تو نمیاد، نشینی ها. دقیقاً همین الان وقتشه انجامش بدی. همونایی که مسخرت کردن، همونا دو روزی که برات دست میزنن، میگن آفرین، راز موفقیت چی بود؟ همین انگیزه بشه واسه. اگه به سرت زده که میشه، پس قطعاً میشه.